چخیلی که ما شما میدونیم بیماری دیابت قند میشود نوع 1 و نوع 2. دیابت قند نوع 1 اساساً در کودکان وامی خورد. وقتی که بیماری دیابت قند نوع 1 انکشاف می‌یابد، بتا حجایره‌ها فافت میشوند از سببی که اوتو آنتی‌تیل‌های ارگانیسم ما رفته آنها را به درجه فافت شدن می‌آورند و حاصل شوی انسولین دیگر در ارگانیسم بیماران به عمل نمی‌آید. یکی از عامل‌هایی که می‌تواند به انکشاف بیماری دیابت قند نوع 1 آورده رساند این گذراندن بیماری‌های ویروسی در کودکان، مثل بیماری ویروس کوکساکی، ویروس اپشتین بر اینها، یا اینکه استفاده نمودن شیر گاو در کودکان تا سن 2 سالگی میتونه یکی از فاکتوری یعنی عامل انکشاف یابی بیماری دیابت قند نوع 1 گردد. نو چیز اساسی شما باید دانید که سبب اساسی بیماری دیابت قند این اوتو آنتی‌تیل‌های می باشند که به فافت بتا حجایره‌ها آورده می‌رسانند. تبابت بیماری دیابت قند اساساً این انسولین تراپی می باشد. با دیگر راه ما بیماران دیابت قند را تبابت نمی‌کنیم. یکم یعنی دیت تعیین می‌کنیم. دیت چرا در بر می‌گیرد؟ ما از راسیون آنها بسیارتر خوراکایی که در ترکیبشون کربوهیدرات دارند کم می‌نماییم. بسیارتر مغزهای سفیددار را زیاد می‌گردانیم. بعد وقتی که بیماران دیابت قند نوع 1 ما مکتب دیابت را به آنها میفهمانیم. اساساً مقصد مکتب دیابت چی است که ما آنها به واحد نونی میگویند. همین همه محصولاتی که ما استعمال می‌نماییم، همه آن محصولاتی که در ترکیبشون کربوهیدرات دارند، ما آنها را اسپسیال تبلیت به جدا کردگی و به واحد نونی تقسیم کردگی. مثال یک دانه سیب این یک واحد نونی یعنی 12 گرم کربوهیدرات دارد که یک واحد نونی حساب میکنیم. این چی معنی دارد؟ برای یک دانه سیب خوردن بیمار دیابت قند نوع 1 باید 1 یونیت انسولین اکول کند. حتما بیماران دیابت قند نوع 1 را ما باید در یک روز 3 مرتبه قند خونتشان را سنجیم توسط آپارات گلوکومتر یعنی قند سنجک. این پورتاتیو آپارات‌ها هستند که هر یک بیماری دیابت باید در دستش داشته باشد. در یک روز 3 مرتبه پیش از خوردن قند خون را میسنجیم، بعد انسولینشان را اکول میکنیم، بعد بیمار میشیند خوراک لازمه را استعمال مینماید. کوشش کنید در راسیون خود محصولات سبزوات، میوگی، سفیده داخل کنید. اینا غذاهایی میباشند که اساساً برای انکشاف هر یک کودک اساساً لازم میباشند. مادری که باید همین فرزند بیماری دیابت قند دارد کمتر آنها به مشکل میشود از جهتی چی؟ از جهتی تیار کردن خوراک ها. برای اینکه ما باید همان مادران را آموزانیم که خوراک های گوناگون از جهت همین سفیده چرب و کربوهیدرات باید تیار نمایند. وقتی که سن سال کودک های آنها معده باشد با آن مادران ما مکتب دیابت را می آموزانیم. آنها اکول انسولین در خانه خودشان میکنند. در یک روز 5 مرتبه اکول میکنند کودکانشان را. مادرانی که فرزندانشان بیماری دیابت قند نوع 1 دارند باید حتما در خانهشان ترازوچه های معده است که وای گرم خوراک را حساب میکند. من خیلی که گفتم واحد نونی را باید در کودکانشان حساب کرده دیند. مثال ما میگیریم من یک کساک خلیب میگویند یعنی نونه، همون نونه میگیرد بالای ترازوچه میماند. اگر 12 گرم براید در آن حالت ما برای همون 12 گرمی کربوهیدرات میخوردگی کودک 1 یونیت انسولین اکول میکنید. هر یک مادری که بیماری دیابت فرزندش بیماری دیابت قند نوع 1 دارد باید داند که کودک آنها میتواند همه نمود غذا را استعمال نماید اما حساب کند دایر به واحد نونی. برای همین تبلیت شما باید هر یک تاتون در خانه‌تان داشته باشید و غذای سالم را به کودکتان تامین نمایید طرز استعمال نمودنش را. کودکی که دیابت قند نوع 1 دارد و انسولین نمیگیرد این اساساً به انکشاف یابی کامای کتاتسیدوزی در کودکان آورده میرساند. این حالت خطرناک می باشد که اگر که ما سری وقت این کودک را به بیمارخانه نآورند و کمک اولین نرسانیم این حتی میتواند به فوت آورده رساند. مادرانی که فرزندانتان دیابت قند نوع 1 دارد شما باید که نزد طبیبان اویلویتان روید، نزد اندوکرینولوژی جای استقامت روید و از آنها طلب کنید که شما با مکتب دیابت را فهمانند همه نازکی هایش را و حتما در یک روز 3 مرتبه قند خون فرزندانتان را سنجید و حتما تبابت انسولین را خودسرانه قطع نکنید.